یا توافق با ایران امضا می شود یا امریکا کار را تمام می کند. این هشدار تند دونالد ترامپ بار دیگر تنش میان تهران و واشنگتن را داغ کرده. ایران نیز بدون تأخیر واکنش نشان داد. دبیر شورای عالی امنیت ملی خطاب به ترامپ گفت با مردم ایران با احترام صحبت کن، مگر نه پاسخ را با زبان دیگری خواهی شنید. همزمان اسرائیل گفته حتی در صورت توافق تهران و واشنگتن نیز گزینه حمله به ایران را کنار نخواهد گذاشت. موضوعی که نشان می‌دهد سایه تنش و رویارویی همچنان بر معادلات منطقه سنگینی. سلام، من نبض خبر از آفاق خوش آمدید. برای بحث بیشتر روی این موارد با آقای نجیب الرحمن شمال، تحلیلگر روابط بین الملل، از طریق نت وصل هستیم. سلام آقای شمال. آقای ترامپ میگه که یا توافق یا پایان کار ایران، اما همزمان تاکید میکنه به دنبال تغییر نظام نیست. این دو موضوع را چگونه میتوان در کنار هم تفسیر و تحلیل کرد؟ به نام خدا، سلام خدمت شما بانو شمسی عزیز، همکاران تکنیکتان، همه بینندگان عزیز و ممنون از دعوت شما. ببینید، بار اول نیست که آقای ترامپ مسئله جنگ ایران را تهدید میکنه به ایران و تا به نابودی ایران و حساب سخن میزنه. چخیران در مسئله که جشن 250 سالگرد تأسیس ایالات متحده آمریکا بود، بار دیگر موضوع را تهدید کردن و تا گفتن ما امکانات زیر داریم در حالی که تمام رهبران سیاسی ایران به خاطر مسئله تشییع جنازه آقای خمینی جمع شدن ما توانایی داریم که همایشان نابود بکنیم، از بین ببریم، ولی این کار را نمیکنیم. در حالی که در اون زمان هم ایران قبل از اینکه مراسم آغاز شود موضع‌گیری بسیار قاطع داشتن و گفتن هم به ایران به آمریکا که اگر کوچکترین غلط بکنن، اشتباهی بکنن، جواب بسیار سخت را متوجهشون خواهد بود. و این دلیل خب مراسم گرچه هنوز به پایان نرسیده و شرایط دیگه رفته، از تهران خلاص شد، ولی بازم آقای ترامپ ببینید بدون موضع‌گیری از که به فکر به صلح فکر باشن، به فکر صلح باشن، به فکر امنیت باشن، به فکر برگشت منطقه به صلح باشن، بازم تهدید میکنن. چنانچه یاد شما باشه در مصاحبه قبلی هم گفتم وقتی که اگر فضا چنین باشد و آقای ترامپ بازم از حرف‌های تهدیدآمیز علیه ایران استفاده بکنن، معنای از این است که صلح و ثبات در کار نیست. اینا فقط میخواین تفاوض طلبی کشورهای غربی را که از سالها به فکر میکردن به خاطر به دست آوردن منابع سرشار طبیعی و کنترل بر آبهای بین‌المللی است. و این از امروز نیست، از سالها به این طرف ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی فکر دارند که همون صلاحیت و قدرت را کشورها و نیروهای محلی منطقوی دارند این استثنا خارج بکنن بین و اختیار خودشان باشه، چون میخوان که از این منابع ببرند. باز وقتی که تهدید میکنن، حتی پلان وجود داره که آقای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هم شاید در هفته که 2 روز بعد به امریکا سفر بکنه. البته این سفرشان یک جنجال برانگیز است و بعد از اینکه دوره قبلی که رفتن به امریکا سفر کردن و در اتاق مخصوص دفتر وجود داره اینا تصمیم بر جنگ علیه ایران گرفتن، شایعات وجود داره که این بار هم گرچه اسرائیل گفته که ما تصمیم جدی خود ما داریم که عملات خود بدون حمایت امریکا انجام خود دادیم علیه ایران، چون هنوز معاملات سیاسی و نظامی ما علیه ایران پایان نپذیرفته و این هم شک و شبهه بیشتر می‌سازه که اسرائیل با ما مهارت‌های سیاسی که در البته شکل اشتباه آمیز در قسمت جهان مخصوصا با ایران معامله میکنه، بازم آقای ترامپ معتقد به این بسازه که یا حمایت بکنن و اگر حمایت نمیکنن، اگر اسرائیل مستقرا داخل عمل بشه، اینا حمایت بکنن از اسرائیل. اما موضوع معلوم شد که بالاخره چی میشه. به این معناست که وقتی که آقای ترامپ و آقای نتانیاهو با ملاقات میکنن، طبیعی است که موضوع جدی‌تر است، موضوع جنگی است، موضوع برهم زدن مناسبات دوستی است، موضوع برهم زدن صلح و ثبات در منطقه است. تلاشی که وجود داره به خاطر اینکه اون توافقنامه 60 که میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته به این موافقت نکرده بود اسرائیل. گفت حالا میگه ما این توافق هم بکنن، ما با پلان جنگی خود را داریم، مستقلانه عمل میکنیم علیه جمهوری اسلامی ایران. ایران در پاسخ به تهدید ترامپ هشدار داده که با زبان دیگر پاسخ میدهیم. این واکنش را باید بیشتر یک پیام سیاسی دانست یا نشانه آمادگی برای تقابل بزرگتر؟ خب میشه از دو نگاه تفسیر و تحلیل کرد، به خاطر از اینکه ببینید خود این مسئله مراسم تشییع جنازه آقای خامنه‌ای
در ایران به این شکلی در اون یک هفته دوام میکنه، بشارهای مختلف تا عراق میبینن دوباره به مشهد. این خودش یک از نگاه سیاسی قدرت نمایی جمهوری اسلامی را نشان میده. ما میتونیم یک با قدرت منطقوی تبدیل شویم و این چیزی است که یک سیگنال خطرناک برای ایالات متحده آمریکا و مخصوصا اسرائیل است. چرا اگر یاد شما باشه خود آقای قالیباف گفت در صورتی که ما بتونیم در این جنگ پیروز باشیم و نقش مهم را بازی بکنیم و حتی جغرافیای منطقه تغییر خواهد کرد، یعنی که شاید عملات مستقلی نام از اسرائیل داشته باشند، اما اونگونه که امریکا و اسرائیل آمادگی خود را به خاطر آغاز یک جنگ دوباره علیه ایران دارند، طبیعی است که ایران هم با گذشت یک زمان چیزی که وعده میده، چیزی که صحبت‌های میکنن، آمادگی لازم را به خاطر دفاع از خود دارند و ترس از وجود داره که اگر کار دوباره این مسئله آغاز میشه چی به ابتکار اسرائیل باشه یا ایالات متحده آمریکا دوباره وارد جنگ شود، ما فکر میکنم که تبعات این جنگ جوابی که آمادگی که جمهوری اسلامی ایران گرفته هم برای امریکا و هم برای اسرائیل خطرناکتر از دیروز خواهد باشه. خاطر از اینکه هم مسئله نظامی آمادگی در واقع نگاه سیاسی، چرا ببینید در میدان خود نظامی در حقیقت برد و باخت میدان است. امروز که جمهوری اسلامی ایران دست بالای به خاطر برآوردن آرزوها و خواستهای خود در جنگ در منطقه داره، چرا آمریکا تلاش میکنه که بازم تهدید بکنه و اسرائیل هم تهدید میکنه؟ به خاطر اینکه اینا میخوان دست بالای در بازی تغییر بدن به نفع خود که نفع بیشتر در تعاملات اگر مذاکرات هم صورت میگیره به نفع آمریکا و به نفع اسرائیل تبدیل شود. این هم از نگاه سیاسی و هم از نگاه نظامی آمادگی های لازم به خاطر آغاز یک نبرد بسیار قوی در منطقه وجود دارد. در حالی که امریکا از احتمال توافق با ایران سخن میگه، اسرائیل اعلام کرده که حتی پس از توافق نیز آماده حمله خواهد بود. این پیام های متفاوت چی معنایی داره که موضع امریکا یک چیزی دیگه از اظهاراتش و اسرائیل چیزی دیگه بیان میکنه؟ ببینید تفاوت دیدگاه از اولا وجود داشت، با وجود اینکه اسرائیل خودش آغازگر جنگ علیه ایران بود و بالاخره پای امریکا را به کشانید که با یک پشتیبانی داشته باشه. در جنگ امریکا نبود، امریکا نمیخواست جنگ بکنه، چنانچه بارا سیاسیشون گفته و همین نقطه متضاد حتی در بین کابینه خود جمهوری امریکا هم چون وجود آمد. ببینید که آقای استیکوف که برای نماینده رئیس جمهوری متحده آمریکا تاکید بر جنگ داره با پشتیبانی وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا، در حالی که معاون رئیس جمهور آقای تمس این تصمیم داره که باید مذاکرات به شکل از طریق راه سیاسی دیپلماتیک ادامه داشته و دروازه دیپلماتیک و سیاسی بسته نشه. این تفاوت دیدگاه تا در داخل خود کابینه آمریکا موجود داره و که چی که با اسرائیل هم به خاطر اینکه در صورتی که جنگ به نفع ایران خاتمه پیدا بکنه و تبدیل شدن ایران به کشور منطقوی تمیز که خطر بسیار جدی اولتر از متوجه اسرائیل میسازه. به این خاطر اسرائیل ادعا میکنه که اگر امریکا هم توافق بکنه ما هستیم که به خاطر اون پلان‌های نظامی که داشتیم که حتی تا سرکوب نظام جمهوری اسلامی ایران در کشورشان باشه اینا پیش خواهد رفتن، ولی ما فکر نمیکنم که به اون شکل بتونن، به خاطر که ایران هم آمادگی خود داره و این گپ‌های حرفای بالا بلند داره که آقای ترامپ همیشه میزد، حالا هم تکرار میکنم چون آقای نتانی بار اول نیست، اما این در عمل چنین ثابت شد که مردم ایران تانستن به خاطر دفاع از مملکت خود، از آزادی خود، از استقلال خود در مقابل عملات کشورهای بیگانه مخصوصا امریکا و اسرائیل که دشمن دومی خود میدانند قاطعانه دفاع بکنه و این خودش با استوریش نشه. و دوم تجمع خود مردم به شکل میلیونی شرکت کردن در مسئله تشییع جنازه آقای خامنه‌ای، یکی که مسئله مذهبی است، مسئله جدا و دیگه قدرت نمایی خود جمهوری اسلامی را به پشتیبانی مردمش از نظام نشان میده. و این مفهوم که اگر باز آقای ترامپ شعار میده که ما این نابود میکنیم، ما فکر میکنیم این خواب و خیال باید از فکر خود بکشن، به خاطر که جنگ و ادامه خشونت بمباردمان ها واقعا راه حل نیست. نه تنها در مسئله ایران و امریکا، در هیچ منازع منطقه‌ای بین‌المللی ما ببینیم جنگ راه حل نداشته. بالاخره اون راه سیاسی، راه دیپلماتیک، راه گفتمان است که میتونه ما جنگ به پایان برسونه و صلح و ثبات در منطقه تامین بکنه. شما شمال سه پیشتر اشاره کردین و من میخوایم واضح‌تر بپرسم. با توجه به مواضع سه طرف امریکا، ایران و اسرائیل، آیا اکنون مسیر منطقه به سمت توافق به پیش میره یا به سمت افزایش این تنش‌ها؟ ببین اگر ایالات متحده امریکا و اسرائیل اینا منافع تنها خود و خود در نظر نگیرن و بعد از آوردن اون منافع و
تسلط بیشتر بر منطقه را در نظر نگیرند، مسئله خطر امنیت جهانی را در نظر بگیرند، مسئله اقتصاد دنیا را در نظر بگیرند، باید توافق از راه سیاسی و دیپلماتیک حاصل شود. اینا به توافق برسند. به خاطر از اینکه ما دیدیم در جریان چند بار یک جنگ شروع شد، جنگ خاتمه پیدا کرد، حتی تا زمانی که آتش بس هم صورت گرفت اینا نقص شد. به خاطر از اینکه هر دو طرف پایدار نماندن و عدم پایداری و صلح و ثبات در منطقه باعث خطرات بسیار جدی نه تنها منطقه را تهدید میکنه بلکه بسیار تاثیر منفی بالای اقتصاد جهان دارد. اگر باز مثلا جنگ در میگیره و تنگه هرمز بسته میشه و راه مواصلات قیمت مواد نفتی در دنیا بالا میره، طبیعی است که تاثیرات زیرا بر کشورهای منطقه، کشور خود ایالات متحده آمریکا و غیره بالای تمام جهان است. بنابراین ببین اگر هدف از ایالات متحده آمریکا مانند همیشه تسلط بر منابع بیشتر طبیعی در منطقه باشه و اینا تاکید به منافع خود داشته باشند، طبیعی است که ایران هم حاضر به این نمیشه. ولی اینجا مسئله امتیازگیری نباید فراموش کرد. این طرف اگر مذاکرات بعد از مسئله تشییع جنازه آقای خمینی دوباره مسئله گرفته بشه، کی باید دست بالای در مذاکرات داشته باشه؟ در مذاکرات مستقیم رفتن. به این خاطر اینا تلاش میکنن که با تهدید و این تهدید فقط به خاطر به دست آوردن امتیازات بیشتر در میدان بعدی جنگ است. حتی میز مذاکره به خاطر از این ما شاهد هستیم که در میز مذاکره اگر امروز صورت میگیره، دست ایران به خاطر برآوردن خواسته‌اش بلندتر است. چنانچه چند بارم که ببینید وقت دوره آخره که اینا قبل از مراسم تشییع جنازه بود اینا حاضر نشدن که با وجودی که ایتون به دوحه سفر کرد، اما ملاقات مستقیم با آمریکا را رد کردن. خاطر اینکه اینا دست بالا دارن و این مسئله است که آمریکا از این حراس داره، نگران است. اگر آمریکا قبول بکنه خواستهای از اینا را و ببینید حتی در ماده که گفته شده در توافقنامه که ایران حق داره که یورانیوم غنی شده خود دوباره رشد انکشاف و تقویت بکنه. این به این معنی است که اما تصمیم ایالات متحده آمریکا به خاطر به دست آوردن یورانیوم غنی شده ایران داره، این به دست آوردن نمیتونه، چون ایران توافق نمیکنه و این خط قرمز ایران است. ما این به حساب سلام استفاده میکنیم ولی حاضر نیستیم این به کشور سیندو بسپریم به خاطر که جمله غنایم ملی مردم ایران است. به اون خاطر اما امریکا تاکید داره که باز بگیره به خاطر تهدیدایی که وجود داره و فکر میکنم اگر از عقل سلیم کار نگیرد متاسفانه آمادگی که اسرائیل و آمریکا را ایران دارد منطقه را دوباره به تشنج و جنگ خواهند کشانید. سپاسگزار هستیم از حضور شما در برنامه شمال صاحب. ممنون از دعوت شما. تشکر. این بود بحث امروز که تقدیم شما گردید. تشکر از توجهتان. وقت بر شما خوش.